قد بالای 180، وزن متناسب، زیبا، جذاب و این شرایط و خیلی از موارد نظیر آنها توقعات من برای انتخاب همسر آینده هم بودند. توقعاتی که بی کم و کاست همه آنها را حق مسلم خودم می دانستم، چرا که خودم هم از زیبایی چیزی کم نداشتم و میخواستم به اصطلاح همسر آینده‌ام لااقل از لحاظ ظاهری همپایه خودم باشد. تصویری خیالی از آن مرد رویاهایم در گوشه‌ای از ذهنم حک کرده بودم، همچون عکسی همه جا همراهم بود. تا اینکه دیدار سعید برادر مهسا، یکی از دوستان صمیمیم، به تصویر خیالم جان داد و آن را از قاب ذهنم بیرون کشید. از این بهتر نمیشد. سعید همانی بود که میخواستم، البته با کمی اغماس، ولی خودش بود، همانقدر زیبا، با وقار، قد بلند، با شخصیت. در همان نگاه اول چنان مجذوبش شدم که انگار سالها عاشقش بودم و وقتی فردای آن روز مهسا قصه دلدادگی سعید به من را تعریف کرد، فهمیدم که این عشق یک طرفه نیست. وای که آن روزها چقدر دنیا زیباتر شده بود. رویاهایم به حقیقت پیوسته بود و دنیای واقعی در نظرم خیال انگیز می نمود. به اندازه‌ای که گاهی وقتا می ترسیدم نکند همه اینها خواب باشد. اما سعید از من مشتاق‌تر بود و به قدری در وصالمان عجله داشت که می‌خواست قبل از رفتن به سربازی به خواستگاریم بیاید و با هم نامزد بشویم. ولی پدرم با این تعجیل مخالفت کرد و موضوع به بعد از اتمام دوران خدمت سعید موکول شد. سعید که به سربازی رفت، پیوندمان محکم‌تر شد، چرا که داغ دوری آتش عشق را در وجودمان شعله‌ورتر کرده بود و اگر قبل از آن هفته یک بار با هم تماس داشتیم، حالا هر روز سعید به من تلفن می‌کرد و مرتب برایم نامه می‌نوشت. هر بار که به مرخصی می‌آمد آنقدر برایم سوغاتی می‌آورد که حتی مهسا هم حسودیش می‌شد. اما درست زمانی که چند روزی به پایان خدمت محسن نمانده بود و من از نزدیکی وصالمان در پوست خود نمی‌گنجیدم، ناگهان حادثه‌ای ناگوار همه چیز را به هم ریخت. انفجار یک مین بازمانده از جنگ منجر به قطع یکی از پاهای سعید شد. این خبر تلخ را مهسا برایم آورد، همان کسی که اولین بار پیام آور عشق سعید بود. باورم نمیشد روزهای خوشیم به این زودی به پایان رسیده باشند. چقدر زود آشیان آرزوهایم ویران شده بود و از همه مهمتر سوالاتی بود که مرا در برزخی وحشتناک گرفتار کرده بود. آیا من از شنیدن خبر معلولیت سعید برای خودش ناراحت بودم یا اینکه آیا سعید معلول هنوز هم میتوانست مرد رویاهایم باشد؟ آیا او هنوز هم در حد و اندازه من بود؟ منی که آنقدر ظاهر زیبای شوهر آینده‌ام برایم اهمیت داشت. سعید را که آوردند هنوز پاسخ سوالاتم را نیافته بودم و با خودم در کشمکش بودم. برای همین تا مدت‌ها به ملاقاتش نرفتم تا اینکه مهسا به سراغم آمد. آن روز مهسا در میان اشک و آه از بی‌وفایی من نالید و از غم سعید گفت. از اینکه او بیشتر از معلولیتش ناراحت این است که چرا من به ملاقاتش نرفتم. مهسا از عشق سعید گفت، از اینکه با وجود بی‌وفایی من هنوز هم دیوانه‌وار دوستم دارد و از هر کسی که به ملاقاتش می رود سراغم را می گیرد. هنگام خداحافظی مهسا بسته‌ای جلویم گرفت و گفت این آخرین هدیه‌ای است که سعید قبل از مجروحیتش برایت تهیه کرده بود. دقیقاً نمیدونم توش چیه، اما هر چی هست سعید برای تهیه اون به منطقه مینگذاری شده رفته بود. گفت که بهت بگم نامه و هدیه رو با هم باز کنی. مهسا رفت و ساعتها آن کادوی خونین در دستم بود و مثل یک مجسمه به آن خیره مانده بودم، اما جرأت باز کردنش را نداشتم. خون خشکیده روی آن بر سرم فریاد میزد و عشق سعید را به رخم میکشید و به طرز فکر پوچم میخندید. مدتی بعد یک روز که از دانشگاه برمیگشتم، وقتی به مقابل خانه‌مان رسیدم، طنین صدای آشنایی که از پشت سرم میآمد سر جایم میخوبم کرد. سلام سارا. خودش بود، سعید، اما من جرأت دیدنش را نداشتم. میتوانستم به صورتش نگاه کنم. مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه دوباره صدایم کرد و این بار شنیدن صدایش لرزه به اندامم انداخت. منم سعید، نمیخوای جواب سلامم رو بدی؟ در حالی که به نفس افتاده بودم، بدون اینکه به طرفش برگردم گفتم سلام. چرا صدات میلرزه؟ چرا بر نمیگردی؟
نکنه یکی از پاهای تو هم قطع شده که نمیتونی این کار رو بکنی، یا اینکه نکنه اونقدر از چشات افتادم که حتی نمیخوای نگام کنی. این حرفا مثل پتک روی سرم فرود می آمدن، طوری که به زور خودم را سر پا نگه داشته بودم. حرفایش که تمام شد مدتی به سکوت گذشت و من هنوز پشت به او داشتم، تا وقتی که از چلق چلق عصایش فهمیدم که دارد می رود. آرام به طرفش برگشتم و او را دیدم. با یک پا و 2 عصای زیر بغلی کمی به رفتنش نگاه کردم. ناگهان به طرفم برگشت و نگاهمان به هم گره خورد. وای که چقدر دوست داشتم زمین دهان باز می‌کرد و مرا می‌بلعید تا مجبور نباشم آن نگاه سنگین را تحمل کنم. نگاهی که کم مانده بود ستون فقراتم را بشکند. چرایش را نمی‌دانم، اما انگار محکوم به تحمل آن شرایط شده بودم که حتی نمی‌توانستم چشمهایم را ببندم. مدتی گذشت تا اینکه سعید لبخندی زد و رفت. حس عجیبی از لبخند سعید برخاسته بود. داخل خانه که شدم با قدم‌های لرزان هر طور که بود خودم را به اتاقم رساندم و روی تختم ولو شدم. تمام بدنم خیس عرق شده بود. دستهایم می‌لرزید و چشمهایم سیاهی می‌رفت، اما قلبم با تپش میگفت که این بار او میخواهد به مغزم یاری برساند و آن در حل معمایی که از حلش عاجز بودم کمک کند. بله، من هنوز سعید را دوست داشتم و هنوز خانه قلبم از گرمای محبتش لبریز بود که چنین با دیدن سعید به تپش افتاده بود و بیقراری میکرد. ناخودآگاه به سراغ کادو رفتم و آن را گشودم. داخل آن چیزی نبود غیر از یک شاخه گلی خشکیده که بوی عشق میداد. به یاد نامه سعید افتادم و آن را گشودم. سلام سارا، میدانم الان که داری نامه را میخوانی من از چشمت افتادم، اما دوست دارم چیزهایی در مورد آن شاخه گل خشکیده برایت بنویسم تا بدانی زمانی که زیبایی آن گل مرا به هوس انداخت تا آن را برایت بچینم، میدانستم گل در منطقه خطرناکی روییده، اما چون تو را خیلی دوست داشتم و میخواستم قشنگترین چیزها برای تو باشد جلو رفتم و بعد از مجروحیتم که تو به ملاقاتم نیومدی فکر کردم از دست دادن یک با ارزش کندن آن گل را نداشته. اما حالا که دارم این نامه را می نویسم به این نتیجه رسیدم که من با دیدن آن گل نه فقط به خاطر تو که در واقع به خاطر عشق خطر کردم و جلو رفتم. عشق ارزش از دست دادن جان را دارد، چه برسد به یک پا. گریه امانم نداد تا بقیه نامه را بخوانم، اما همین چند جمله سعید کافی بود تا به تفاوت درک عشق بین خودم و سعید پی ببرم و بفهمم که مقام عشق در نظر او چقدر والاست و در نظر من چقدر پست. چند روزی گذشت تا اینکه بر شرمم فائق آمدم. به ملاقات سعید رفتم و گفتم که ارزش عشق او برای من آنقدر زیاد است که از دست دادن یک پایش در برابر آن چیزی نیست و از او خواستم که مرا ببخشد. اکنون سال هاست که سعید مرا بخشیده و ما در کنار یکدیگر زندگی شیرینی را تجربه می‌کنیم. ما هنوز آن کادوی خونین و آن شاخه گل خشکیده را به نشانه عشقمان نگه داشتیم.